قبله یعنی کعبه از جمله شعائر الله است. شعائر یعنی هر چیزی که الله تعالی تعظیم کرده است، بزرگ شمارده است. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدند، دیدن که کسی به طرف قبله توف کرده است، غضب کردند. اون در مسجد نبوی بود، یعنی بین قبله، یعنی بین کعبه و بین مسجد نبوی اطراف 500 کیلومتر است. با وجود همین یعنی که غضب کردن، گفتن یکی شما به طرف قبله که در این طرف پروردگارش را مناجات میکند مگر توف میکند؟ گفته غضب کردن و با یک سنگچه از قبله از دیوال مسجد تراشیده پرتافتند. و این دلالت میکند که احترام قبله مشروع هست. و این چنین به سوی قبله نهی کردند که انسان روی آورده قضای حاجت کند یا قفا گرداند. ولکن شرق او غرب، لیکن یا به طرف شرق روی بیارید یا به طرف غرب. یعنی این سخن را در مسجد نبوی گفتند، در مدینه منوره گفتند. این گپ نمیگوید در تاجیکستان گفته نمیشد به قبله روی نبیارید، قفا نبیارید، یا به طرف شرق نگاه کنید یا غرب نگاه کنید. گوید دویم جملتان به جمله یکمتان زید میبیاید. برای آنکه قبله تاجیکستان غالبا یعنی در طرف مغرب است. شما به شرق روی نبیارید، به قبله روی نبیارید، به قبله قفا هم نگردانید، لیکن یا به شرق روی گردانید یا به غرب روی گردانید. گویید اگر به عباره اولتان خودتان رد زدید. برای اینکه این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره گفتند، چون که در مدینه منوره قبله در جهت شرق و غرب نیست. بنابراین به این چیزا اهمیت داده شد. حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. خب اینم از احترام قبله هست که به سوی قبله نگاه کرده، روی آورده، یعنی قضای حاجت ممکنه، این هم این گونه قفا گرداندن هم ممکنه. وقتی که حضرت ابو ایوب انصاری، خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، میگم ما به شام رفتیم، به سوی دمشق رفتیم که حاجت خانه های آنها روی به قبله ساخته شده بود است. فننحرف عنها، یعنی به حاجت خانه می نشستیم و روی های ما به دیگر طرف می گردانیدیم به قدر امکان تا می توانستیم، یعنی کمتر میل به دیگر طرف روی آورده می نشستیم. و نستغفر الله عز وجل، و بعدی برآمدن از الله تعالی استغفار می پرسیدیم. حاجت خانه مثلا در بعضی کشورها رعایت نمیکنن این چیزه، به طرف قبله یا غیر قبله ساخته هم میگیرن. مسلمان ها رعایت میکنن. خلاصه استغفار میپرسیدیم، گفتن یعنی مغفرت میپرسیدیم. این حدیث ها دلالت به بزرگی کعبه میکند. و اینچنین کسی روی آورده از قبله دعا کند، دعاش به قبول شدن نزدیکتر است. لیکن اگر حدیثی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پای دراز کردن به سوی کعبه منع کرده باشه، به سوی کعبه پا دراز نکنید گفته باشه. بنابراین اگر از روی قصدن نباشد و در حالت به یک جای گرفتار شدید، مثلا یا به یک مهمانخانه فرو آمدید که اسلوب خوابش تحت خوابش همین خیل است، دیگه امکانیت نیست، گناه نیست انشاءالله. برای آنکه شریعت من نکرده است از پای دراز کردن به سوی قبله. لیکن اگر امکانیت باشد و پای دراز نکردید، امید میکنیم که برای این بزرگ داشتتان ثواب میگیرید. الله تعالی میگه که ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که بزرگ داشت الله تعالی را بزرگ شمارد، هر چیزی که الله بزرگ اعلان کرده است و بزرگ شمارد، این دلالت به تقوای قلب ها، به ایمان در آن قلب ها، به تقواداری در صاحب آن آدم میکند. بله.